بخش پنجم. بالاخره من از کار و جنبش افتادم و خانه نشین شدم. مثل مرده متحرک. هیچ کس از رمز میان ما خبر نداشت. دایه پیرم که مونس مرگ تدریجی من شده بود به من سرزنش می کرد. به خاطر همین لاکاته پشت سرم اطراف خودم می شنیدم که در گوشی به هم می گفتند این زن بیچاره چطور تحمل این شوهر دیوانه را می کند؟ حق به جانب آنها بود، چون تا درجه‌ای که من ذلیل شده بودم باور کردنی نبود. روز به روز تراشیده می شدم. خودم را که در آینه نگاه می کردم گونه هایم سرخ و رنگ گوشت جلو دکان قصابی شده بودم. تنم پر حرارت و چشم هایم حالت خمار و غم انگیزی به خود گرفته بود. از این حالت جدید خودم کیف می کردم و در چشم هایم غبار مرگ را دیده بودم که باید بروم. بالاخره حکیم باشی را خبر کردند. حکیم رجاله ها، حکیم خانوادگی که به قول خودش ما را بزرگ کرده بود، با عمامه شیر و شکری و 3 قبض ریش وارد شد. او افتخار می کرد که دوای قوت باه به پدر بزرگم داده، خاک شیر و نبات به حلق من ریخته و فلوس به ناف عمه‌ام بسته است. باری همین که آمد سر بالین من نشست، نبضم را گرفت، زبانم را دید. دستور داد شیر ماچه الاغ و ماه و شعیر بخورم و روزی 2 مرتبه بخور کندر و زرنیخ بدهم. چند نسخه بلند بالا هم به دایه‌ام سپرد که عبارت بود از جوشانده و روغنهای عجیب و غریب از قبیل پرزوفا، زیتون، رب سوس، کافور، پر سیاوشان، روغن بابونه، روغن قاز، تخم کتان، تخم صنوبر و مزخرفات دیگر. حالم بدتر شده بود. فقط دایه‌ام که دایه او هم بود با صورت پیر و موهای خاکستری گوشه اتاق کنار بالین من می نشست. به پیشانیم آب سرد می زد و جوشانده برایم می آورد. از حالات و اتفاقات بچگی من و آن لاکاته صحبت می کرد. مثلا او به من می گفت که زنم از توی ننو عادت داشته همیشه ناخن چپش را می جویده. به قدری می جویده که زخم می شده و گاهی هم برایم قصه نقل می کرد. به نظرم می آمد که این قصه ها سن مرا به عقب می برد و حالت بچگی در من تولید می کرد، چون مربوط به یادگارهای آن دوره بوده است. وقتی که خیلی کوچک بودم و در اتاقی که من و زنم توی ننو پهلوی هم خوابیده بودیم، یک ننوی بزرگ 2 نفره. درست یادم هست همین قصه ها را می گفت. حالا بعضی از قسمت های این قصه ها که سابق بر این باور نمی کردم برایم امر طبیعی شده است، چون ناخوشی دنیای جدیدی در من تولید کرد. یک دنیای ناشناس، محو و پر از تصویرها و رنگها و میلهایی که در حال سلامت نمی شود تصور کرد و گیر و دارهای این متلها را با کیف و اضطراب ناگفتنی در خودم حس می کردم که بچه شدم و همین الان مشغول نوشتن هستم. در احساسات شرکت می کنم. همین احساسات متعلق به الان است و مال گذشته نیست. گویا حرکات، افکار، آرزوها و عادات مردمان پیشین که به توسط این متلها به نسل‌های بعد انتقال داده شده یکی از واجبات زندگی بوده است. هزاران سال است که همین حرفها را زدند، همین جماعها را کردند، همین گرفتاری‌های بچگانه را داشتند. آیا سر تا سر زندگی یک قصه مضحک، یک متل باور نکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من فسانه و قصه خودم را نمی نویسم؟ قصه فقط یک راه فرار
برای آرزوهای ناکام است. آرزوهایی که به آن نرسیده اند. آرزوهایی که هر متل سازی مطابق روحیه محدود و موروثی خودش تصور کرده است. کاش می توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم آهسته بخوابم. خواب راحت بی دغدغه. بیدار که می شدم روی گونه هایم سرخ به رنگ گوشت جلو دکان قصابی شده بود. تنم داغ بود و سرفه می کردم. چه سرفه های عمیق ترسناکی. سرفه هایی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده تنم بیرون می آمد. مثل سرفه یابوهایی که صبح زود لش گوسفند برای قصاب می آورند. درست یادم است. هوا به کلی تاریک بود. چند دقیقه در حال اغما بودم. قبل از اینکه خوابم ببرد با خودم حرف می زدم. در این موقع حس می کردم حتم داشتم که بچه شده بودم و در ننو خوابیده بودم. حس کردم کسی نزدیک من است. خیلی وقت بود همه اهل خانه خوابیده بودند. نزدیک طلوع فجر بود و ناخوشها می دانند در این موقع مثل این است که زندگی از سرحد دنیا بیرون کشیده می شود. قلبم به شدت می تپید ولی ترسی نداشتم. چشمهایم باز بود ولی کسی را نمی دیدم چون تاریکی خیلی غلیظ و متراکم بود. چند دقیقه گذشت. یک فکر ناخوش برایم آمد. با خودم گفتم شاید اوست. در همین لحظه حس کردم دست خنکی روی پیشانی سوزانم گذاشته شده. به خودم لرزیدم. 2-3 بار از خودم پرسیدم آیا این دست عزرائیل نبوده است؟ و به خواب رفتم. صبح که بیدار شدم دایم گفت دخترم. مقصودش زنم، آن لاکاته بود. آمده بر سر بالین من و سرم را روی زانویش گذاشته بود. مثل بچه ها مرا تکان می داده. گویا حس پرستاری مادری در او بیدار شده بود. کاش در همان لحظه مرده بودم. شاید آن بچه‌ای که آبستن بوده مرده است. آیا بچه او به دنیا آمده بود؟ من نمی‌دانستم. در این اتاق که هر دم برای من تنگ تر و تاریک تر از قبر می‌شد، دائم چشم به راه زنم بودم. ولی او هرگز نمی‌آمد. آیا از دست او نبود که به این روز افتاده بودم؟ شوخی نیست. 3 سال؟ نه. 2 سال و 4 ماه بود. ولی روز و ماه چیست؟ برای من معنی ندارد. برای کسی که در گوره است زمان بی‌معنی است. این اتاق مقبره زندگی و افکارم بود. همه دوندگی ها، صداها و همه تظاهرات زندگی دیگران، زندگی رجاله ها که همهشان جسمن و روحن یک جور ساخته شدند، برای من عجیب و بی‌معنی شده بود. از وقتی که بستری شده بودم، در یک دنیای غریب و باور نکردنی بیدار شده بودم که احتیاجی به دنیای رجاله ها نداشتم. یک دنیایی که در خودم بود، یک دنیای پر از مجهولات و مثل این بود که مجبور بودم همه سوراخ سنبه های آن را سرکشی و وارسی بکنم. شب، موقعی که وجود من در سرحد 2 دنیا موج میزد، کمی قبل از دقیقه‌ای که در یک خواب عمیق و تهی غوطه ور شوم، خواب می دیدم. به یک چشم به هم زدن، من زندگی دیگری به غیر از زندگی خودم را طی می کردم. در هوای دیگر نفس می کشیدم و دور بودم. مثل اینکه می خواستم از خودم بگریزم و سرنوشتم را تغییر بدهم. چشمم را که می بستم، دنیای حقیقی خودم به من ظاهر می شد. این تصویرها زندگی مخصوص به خود داشتند. آزادانه محو و دوباره پیدا می شدند. گویا اراده من در آنها مؤثر نبود. ولی این مطلب مسلم هم نیست. مناظری که جلوی من مجسم می شد خواب معمولی نبود، چون هنوز خوابم نبرده بود. من در سکوت و آرامش این تصویرها را از هم تفکیک می کردم و با یکدیگر می سنجیدم. به نظرم می آمد که تا این موقع خودم را نشناخته بودم و دنیا آن طوری که تا کنون تصور می کردم مفهوم
و قوه خود را از دست داده بود و به جایش تاریکی شب فرمان روایی داشت. چون به من نیاموخته بودند که به شب نگاه بکنم و شب را دوست داشته باشم، من نمیدانم در این وقت آیا بازویم به فرمانم بود یا نه. گمان می کردم اگر دستم را به اختیار خودش می گذاشتم، به وسیله تحریک مجهول و ناشناسی خود به خود به کار می افتاد، بی آنکه بتوانم در حرکات آن دخل و تصرفی داشته باشم. اگر دائم همه تنم را مواظبت نمی کردم و بی اراده متوجه آن نبودم، قادر بود که کارهایی از آن سر بزند که هیچ انتظارش را نداشتم. این احساس از دیر زمانی در من پیدا شده بود که زنده زنده تجزیه می شدم. نه تنها جسمم بلکه روحم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم سازش نداشتند. همیشه یک نوع فسخ و تجزیه غریبی را طی می کردم. گاهی فکر چیزهایی را می کردم که خودم نمی توانستم باور کنم. گاهی حس ترحم در من تولید می شد، در صورتی که عقلم به من سرزنش می کرد. اغلب با یک نفر که حرف می زدم یا کاری می کردم راجع به موضوعهای گوناگون داخل بحث می شدم، در صورتی که حواسم جای دیگری بود. به فکر خودم بودم و توی دلم به خودم ملامت می کردم. یک توده در حال فسخ و تجزیه بود. گویا همیشه اینطور بوده و خواهم بود. یک مخلوط نامتناسب عجیب. چیزی که تحمل ناپذیر است. حس می کردم از همه این مردمی که می دیدم و میانشان زندگی می کردم دور هستم. ولی یک شباهت ظاهری، یک شباهت محو و دور و در عین حال نزدیک مرا به آنها مربوط می کرد. همین احتیاجات مشترک زندگی بود که از تعجب من می کاست. شباهتی که بیشتر از همه به من زجر می داد. این بود که رجاله ها هم مثل من از این لکاته، از زنم خوششان می آمد و او هم بیشتر به آنها راغب بود. حتم دارم که نقصی در وجود یکی از ما بوده است. اسمش را لکاته گذاشتم چون هیچ اسمی به این خوبی رویش نمی افتاد. نمیخواهم بگویم زنم، چون خاصیت زن و شوهری بین ما وجود نداشت و به خودم دروغ میگفتم. من همیشه از روز ازل او را لکاته نامیدم، ولی این اسم کشش مخصوصی داشت. اگر او را گرفتم برای این بود که اول او به طرف من آمد، آن هم از مکر و حیله‌اش بود. نه، هیچ علاقه‌ای به من نداشت. اصلا چطور ممکن بود او به کسی علاقه پیدا بکند؟ یک زن هوسباز که یک مرد را برای شهوت رانی، یکی را برای عشق بازی و یکی را برای شکنجه دادن لازم داشت. گمان نمی کنم که او به این تسلیس هم اکتفا می کرد، ولی مرا قطعاً برای شکنجه دادن انتخاب کرده بود و در حقیقت بهتر از این نمی توانست انتخاب بکند. من او را گرفتم چون شبیه مادرش بود، چون یک شباهت محو و دور با خودم داشت. حالا او را نه تنها دوست داشتم بلکه همه ذرات تنم او را می‌خواست، مخصوصاً میان تنم، چون نمی‌خواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف موهوم عشق و علاقه و الهیات پنهان کنم، چون حضوارشن ادبی به دهنم مزه نمی‌کند. گمان می‌کردم که یک جور تشعشع یا حاله، مثل حاله‌ای که دور سر انبیا می‌کشند، میان بدنم موج می‌زد و حاله میان بدن او را لابد حاله رنجور و ناخوش من می‌طلبید و با تمام قوا به طرف خودش می‌کشید. حالم که بهتر شد تصمیم گرفتم بروم خود را گم بکنم، مثل سگ خوره گرفته که می‌داند باید بمیرد، مثل پرندگانی که هنگام مرگشان پنهان می‌شوند. صبح زود بلند شدم، 2 تا کلوچه که سر رفت بود برداشتم و به طوری که کسی ملتفت نشود از خانه فرار کردم. از نکبتی که مرا گرفته بود گریختم. بدون مقصود معینی از میان کوچه ها، بی تکلیف از میان رجاله هایی که همه آنها قیافه طماع داشتند و دنبال پول و شهرت می دویدند گذشتم. من احتیاجی به دیدن آنها نداشتم، چون یکی از آنها نماینده باقی دیگرشان بود.
همه آنها یک دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن آویخته و منتهی به آلت تناسلیشان می شود. ناگهان حس کردم که چالاکتر و سبکتر شدم. عضلات پاهایم به تندی و جلدی مخصوصی که تصورش را نمی توانستم بکنم به راه افتاده بود. حس می کردم که از همه قیدهای زندگی رستم. شانه هایم را بالا انداختم. این حرکت طبیعی من بود. در بچگی هر وقت از زیر بار زحمت و مسئولیتی آزاد می شدم همین حرکت را انجام می دادم. آفتاب بالا می آمد و می سوزانید. در کوچه های خلوت افتادم. سر راهم خانه های خاکستری رنگ به اشکال هندسی عجیب و غریب، مکعب، منشور، مخروطی با دریچه های کوتاه و تاریک دیده می شد. این دریچه ها بی در و بست، بی صاحب و موقت به نظر می آمدند. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمی توانست در این خانه ها مسکن داشته باشد. خورشید مانند تیغ طلایی از کنار سایه دیوار می تراشید و برمی داشت. کوچه ها بین دیوارهای کهنه سفید کرده ممتد می شدند. همه جا آرام و گنگ بود. مثل اینکه همه عناصر قانون مقدس آرامش هوای سوزان، قانون سکوت را مراعات کرده بودند. به نظر می آمد که در همه جا اسراری پنهان بود، به طوری که ریه هایم جرأت نفس کشیدن را نداشتند. یک مرتبه ملتفت شدم که از دروازه خارج شدم. حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن من را بیرون می کشید. بوته های صحرا زیر آفتاب تابان به رنگ زردچوبه در آمده بودند. خورشید مثل چشم تبدار پرتو سوزان خود را از ته آسمان نثار منظره خاموش و بیجان می کرد. ولی خاک و گیاهای اینجا بوی مخصوصی داشت. بوی آن به قدری قوی بود که از استشمام آن به یاد دقیقه های بچگی خودم افتادم. نه تنها حرکات و کلمات آن زمان را در خاطرم مجسم کرد، بلکه یک لحظه آن دوره را در خودم حس کردم، مثل اینکه دیروز اتفاق افتاده بود. یک نوع سرگیجه گوارا به من دست داد، مثل اینکه دوباره در دنیای گمشده‌ای متولد شده بودم. این احساس یک خاصیت مست کننده داشت و مانند شراب کهنه شیرین در رگ و پی من تا ته وجودم تأثیر کرد. در صحرا خارها، سنگها، تنه درختها و بوته‌های کوچک کاکوتی را می شناختم. بوی خودمانی سبزه ها را می شناختم. یاد روزهای دوردست خودم افتادم. ولی همه این یاد بودها به طرز افسون مانندی از من دور شده بود و آن یادگارها با هم زندگی مستقلی داشتند. در صورتی که من شاهد دور و بیچاره‌ای بیش نبودم و حس می کردم که میان من و آنها گرداب عمیقی کنده شده بود. حس می کردم که امروز دلم تهی است و بوته‌های عطر جادوی آن زمان را گم کرده بودند. درخت‌های سرو بیشتر فاصله پیدا کرده بودند. تپه‌ها خشک‌تر شده بودند. موجودی که آن وقت بودم دیگر وجود نداشت و اگر حاضرش می کردم و با او حرف می زدم نمی شنید و مطالب مرا نمی فهمید. صورت یک نفر آدمی را داشت که سابق بر این با او آشنا بودم، ولی از من و جزو من نبود. دنیا به نظرم یک خانه خالی و غم‌انگیز آمد و در سینه‌ام اضطرابی دوران می‌زد. مثل اینکه حالا مجبور بودم با پای برهنه همه اتاقهای این خانه را سرکشی بکنم. از اتاقهای تو در تو می‌گذشتم، ولی زمانی که به اتاق آخر در مقابل آن لکاته می‌رسیدم، درهای پشت سرم خود به خود بسته می‌شد و فقط سایه‌های لرزان دیوارهایی که زاویه آنها محو شده بود مانند کنیزان و غلامان سیاه پوست در اطراف من پاسبانی می‌کردند. نزدیک نهر سورن که رسیدم، جلوم یک کوه خشک و خالی پیدا شد. هیکل خشک و سخت کوه مرا به یاد دایه‌ام انداخت. نمیدانم چه رابطه‌ای بین آنها وجود داشت. از کنار کوه گذشتم. در یک محوطه کوچک و با صفایی رسیدم
که اطرافش را کوه گرفته بود. روی زمین از بته‌های نیلوفر کبود پوشیده شده بود و بالای کوه یک قلعه بلند که با خشت‌های وزین ساخته بودند دیده می‌شد. در این وقت احساس خستگی کردم. رفتم کنار نهر سورن، زیر سایه یک درخت کهن سرو روی ماسه نشستم. جای خلوت و دنجی بود. به نظر می آمد که تا حالا کسی پایش را اینجا نگذاشته بود. ناگهان ملتفت شدم، دیدم از پشت درخت‌های سرو یک دختر بچه بیرون آمد و به طرف قلعه رفت. لباس سیاهی داشت که با تار و پود خیلی نازک و سبک گویا با ابریشم بافته شده بود. ناخن دست چپش را می جوید و با حرکت آزادانه و بی اعتنا می لغزید و رد می شد. به نظرم آمد که من او را دیده بودم و می شناختم، ولی از این فاصله دور زیر پرتو خورشید نتوانستم تشخیص بدهم که چطور یک مرتبه ناپدید شد. من سر جای خودم خشکم زده بود، بی آنکه بتوانم کمترین حرکتی بکنم، ولی یک دفعه با چشمهای جسمانی خودم او را دیدم که از جلوی من گذشت و ناپدید شد. آیا او موجودی حقیقی و یا یک وهم بود؟ آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود؟ هرچه کوشش کردم که یادم بیاید بیهوده بود. لرزه مخصوصی روی تیره پشتم حس کردم. به نظرم آمد که در این ساعت همه سایه‌های روی قلعه کوه جان گرفته بودند و آن دخترک یکی از ساکنین سابق شهر قدیمی ری بوده. منظره‌ای که جلوی من بود یک مرتبه به نظرم آشنا آمد. در بچگی یک روز 13 به در یادم افتاد که همینجا آمده بودم. مادر زنم و آن لاکاته هم بودند. ما چقدر آن روز پشت درخت‌های سرو دنبال یکدیگر دویدیم و بازی کردیم. بعد یک دسته از بچه‌های دیگر هم به ما ملحق شدند که درست یادم نیست. سرمامک بازی می کردیم. یک مرتبه که من دنبال همین لاکاته رفتم، نزدیک همان نهر سورن بود که پای او لغزید و در نهر افتاد. او را بیرون آوردند. بردند پشت درخت سرو رختش را عوض بکنند. من هم دنبالش رفتم. جلوی او چادر نماز گرفته بودند، اما من دزدکی از پشت درخت تمام تنش را دیدم. او لبخند میزد و انگشت سبابه دست چپش را میجوید. بعد یک رودوشی سفید به تنش پیچیدند و لباس سیاه ابریشمی او را که از تار و پود نازک بافته شده بود جلو آفتاب پهن کردند. بالاخره پای درخت کهن سرو روی ماسه دراز کشیدم. صدای آب مانند حرفهای بریده و نامفهومی که در عالم خواب زمزمه می کنند به گوشم می رسید. دستهایم را بی اختیار در ماسه گرم و نمناک فرو بردم. ماسه گرم نمناک را در مشتم می فشردم. مثل گوشت سفت تن دختری بود که در آب افتاده باشد و لباسش را عوض کرده باشند. نمیدانم چقدر وقت گذشت. وقتی از سر جای خودم بلند شدم، بی اراده به راه افتادم. همه جا ساکت و آرام بود. من میرفتم، ولی اطراف خودم را نمیدیدم. یک قوه‌ای که به اراده من نبود مرا وادار به رفتن میکرد. همه حواسم متوجه قدم‌های خودم بود. من راه نمیرفتم، ولی مثل آن دختر سیاه پوش روی پاهایم میلغزیدم و رد میشدم. همین که به خودم آمدم دیدم در شهر جلوی خانه پدرزنم هستم. نمیدانم چرا گذارم به خانه پدرزنم افتاد. پسر کوچکش، برادر زنم، روی سکو نشسته بود، مثل سیبی که با خواهرش نصف کرده باشند. چشمهای مورب ترکمنی، گونه های برجسته، رنگ گندمی، دماغ شهوتی و صورت لاغر ورزیده‌ای داشت. همینطور که نشسته بود، انگشت سبابه دست چپش را به دهن گذاشته بود. من بی اختیار جلو رفتم. دست کردم، کلوچه هایی که در جیبم بود درآوردم. به او دادم و گفتم اینها رو شاجون برایت داده، چون به زن من به جای مادر خودش شاجون می گفت. او با چشمهای ترکمنی خود نگاه تعجب‌آمیزی به کلوچه ها کرد که با تردید در دستش گرفته بود. من روی سکوی خانه نشستم.
او را در بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم. تنش گرم و ساق پاهایش شبیه ساق پاهای زنم بود و همان حرکات بی تکلف او را داشت. لبهای او شبیه لبهای پدرش بود، اما آنچه نزد پدرش مرا متنفر می کرد برعکس در او برای من جذبه و کشندگی داشت. مثل این بود که لبهای نیمه باز او تازه از یک بوسه گرم طولانی جدا شده. روی دهن نیمه بازش را بوسیدم که شبیه لبهای زنم بود. لبهای او طعم کونه خیار میداد. تلخ مزه و گس بود. لبهای آن لاکاته هم همین طعم را داشت. در همین وقت دیدم پدرش، آن پیرمرد قوزی که شال گردن بسته بود، از در خانه بیرون آمد. بی آنکه به طرف من نگاه بکند رد شد. بریده میخندید. خنده ترسناکی بود که مو را به تن آدم راست میکرد و شانه‌هایش از شدت خنده میلرزید. از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم. نزدیک غروب شده بود. بلند شدم. مثل اینکه میخواستم از خودم فرار بکنم. بدون اراده راه خانه را پیش گرفتم. هیچ کس و هیچ چیز را نمیدیدم. به نظرم می آمد که از میان یک شهر مجهول و ناشناس حرکت می کردم. خانه های عجیب و غریب با اشکال هندسی بریده با دریچه های متروک سیاه اطراف من بود. مثل این بود که هرگز یک جنبنده نمی توانست در آن مسکن داشته باشد. ولی دیوارهای سفید آنها با روشنایی ناچیزی می درخشید و چیزی که غریب بود، چیزی که نمی توانستم باور بکنم، در مقابل هر یک از این دیوارها می ایستادم، جلوی مهتاب سایه‌ام بزرگ و غلیظ به دیوار می افتاد، ولی بدون سر بود. سایه‌ام سر نداشت. شنیده بودم که اگر سایه کسی سر نداشته باشد تا سر سال می میرد. هراسان وارد خانه‌ام شدم و به اتاقم پناه بردم. در همین وقت خون دماغ شدم و بعد از آن که مقدار زیادی خون از دماغم رفت، بیهوش در رخت خوابم افتادم. دایم مشغول پرستاری من شد. قبل از اینکه بخوابم در آینه به صورت خود نگاه کردم. دیدم صورتم شکسته. محو و بیروح شده بود. به قدری محو بود که خودم را نمی شناختم. رفتم در رخت خواب. لحاف را روی سرم کشیدم. غلط زدم. رویم را به طرف دیوار کردم. پاهایم را جمع کردم. چشمهایم را بستم و دنباله خیالات را گرفتم. این رشته هایی که سرنوشت تاریک، غم انگیز، مهیب و پر از کیف مرا تشکیل میداد، آنجایی که زندگی با مرگ به هم آمیخته می شود و تصویرهای منحرف به وجود می آید. میلهای کشته شده دیرین، میلهای محو شده و خفه شده دوباره زنده می شوند و فریاد انتقام می کشند. در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری کنده می شدم و حاضر بودم که در جریان ازلی محو و نابود شوم. چند بار با خودم زمزمه کردم: مرگ، مرگ، کجایی؟ همین به من تسکین داد و چشمهایم به هم رفت. چشمهایم که بسته شد دیدم در میان محمدیه بودم. دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد خنزرپنزری جلوی اتاقم را به چوبه دار آویخته بودند. چند نفر داروغه مست پای دار شراب می‌خوردند. مادر زنم با صورت برافروخته، با صورتی که در موقع اوقات تلخی زنم می‌بینم که رنگ لبش می‌پرد و چشمهایش گرد و وحشت زده می‌شود، دست مرا می‌کشید، از میان مردم رد می‌کرد و به میر غضب که لباس سرخ پوشیده بود نشان می‌داد و می‌گفت: این هم دار بزنید. من هراسان از خواب پریدم. مثل کوره می‌سوختم. تنم خیس عرق بود و حرارت سوزانی روی گونه‌هایم شعله‌ور بود. برای اینکه خودم را از دست این کابوس برهانم بلند شدم. آب خوردم و کمی به سر رویم زدم. دوباره خوابیدم، ولی خواب به چشمم نمی آمد.